سلام. قبل از اینکه شروع کنیم یه سوال ازتون می‌پرسم. به ایلومیناتی اعتقاد دارید یا نه؟ فکر کنم دیگه همتون در مورد ایلومیناتی میدونید. ولی قراره یه چیزی بگم که شوکه بشید. در مورد سلبریتی محبوبتون یا خواننده مورد علاقتون. آره داریم در مورد ایلومیناتی صحبت می‌کنیم. گروه مخفی و مرموزی که کلی حرف و حدیث در موردش هست. حالا شده بپرسی که چرا بعضی هنرمندا مثلا یه شب پولدار میشن، یه عده میگن که استعداده، و بعضیا معتقدن که نیروی پنهانی داره پشتای پرده همه چیزو کنترل میکنه. اگه میخوای بدونی که داستان چیه، با هم ویدیو رو ببینیم. خوش اومدی به دنیای ایلومیناتی. حالا ببینیم که داستان بیانسه چیه. بیانسه توی آهنگ فراماسونش میگه که شما از دیگه بس کنید با داستان ایلومیناتی. ولی بچه‌ها شایعه‌ها میگن که تو هر چیزی با بیانسه همه میدونن که دیگه ملکه و پادشاه ایلومیناتی هستن که هنوز هم ولکن نیستن. مثلا بیانسه وقتی که توی مراسم دستشو مثل مثلث نشون میده، خیلی‌ها گفتن داره به ایلومیناتی اشاره میکنه. حالا بریم سراغ چیزی شوهر بیانسه. اون بیانسه همیشه زیر ذره‌بینن، آیات زیاد است در موردشون که واسه ایلومیناتی هست. حالا چیزی که عجیبه اینه که ریانا هم از این ماجرا دور نیست. اونم همیشه با نمادهای مثل چش تک توی مثلث توی موزیک ویدیوهاش دیدیم که بعضیا میگن ریانا به خاطر قراردادی که با چیزی داره واسه گروه مخفی ایلومیناتیه. کانیه وست هم که بحث خاص خودشو داره. یه بار وسط مصاحبه گفته که گروهی داره پشت پرده که خیلی‌ها رو کنترل میکنه، ولی اون خودش رو کنترل شده نمیبینه. فکر نمی‌کنه که مثلا خودش داره کنترل میشه و میگه که حتی مامانش هم جزء این گروهه که خیلی داستان رو ترسناک میکنه. فکر کنم مثلا مامان کانیه وست جزء گروه ایلومیناتی باشه. لیدی گاگا هم توی موزیک ویدیوهاش نمادایی داره که بعضیا میگن به ایلومیناتی مربوط میشه. خودش هم گفته که خوابایی میبینه که مربوط به همین گروه مخفیانه ایلومیناتیه که برای همین کاراش اینجوری عجیب غریب و انگار که جزء گروه ایلومیناتی واقعا. جاستین بیبرم که معروفه، هم با تتوی جغد و علامت دستش که خیلی شایعات زیادی داره و به وجود میاره، ولی خود بیبر میگه که من به هیچ کدوم از این ماجراها هیچ ربطی ندارم. اسپران هم یه تتوی مار و چش داره که بعضیا میگن نماد ایلومیناتیه. حالا اینکه واقعا اینا جزء ایلومیناتی هستن یا نه خودشون بستگی داره، ولی این نشونه‌ها کلی حرف برای گفتن دارن. خلاصه این داستان پر از راز و رمز و علامت‌های مرموزه که شاید فقط یه افسانه باشه. ولی بچه‌ها به نظرتون کدوم خواننده‌های دیگه هستن که جزء ایلومیناتی ان؟ به نظر من مثلا بیلی آیلیش میتونه جزء ایلومیناتی باشه، یا مثلا دوجا کت. خلاصه این داستان پر از رمز و راز و علامت‌های مرموز. اگه شما هم نظری دارید یا سندی در مورد ایلومیناتی میشناسید توی کامنت ها به من بگید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانالم سابسکرایب کنید. دوستتون دارم زیاد. تا ویدیو بعدی ببینمتون. خدافظ.